روز بخیر بیننده عزیز آزادی، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه نویدی بامدادی با شما هستیم. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 26 آگوست. پسر احمدشاه مسعود گفت اگر طالبان حکومت یک طرفه تشکیل کنند با آنها مبارزه میکند. طالبان سابق زندانی گوانتانامو را وزیر مدافع تعیین کردند و امام علی رحمان 2 دادرس را برای کردار ناشایسته برکنار کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ضد طالبان میگوید که تلاش آنها برای ایجاد یک حکومت فراگیر است که مردم افغانستان خود را در آن ببینند و هم از سوی جامعه جهانی قبول شود. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان این شب و روز نیروهای زیادی را در دره پنجشیر گرد آورده است که مخالف طالبان می باشند. احمد مسعود روز 25 آگوست در صحبت با تلویزیون فارسی BBC گفت که آرزوی مردم افغانستان داشتن یک دولتی است که توانند هم با خود زندگی کنند و هم با دنیای بیرون. طالبان حالا اکثریت منطقه‌های افغانستان از جمله شهر کابل را زیر نظارت دارند ولی تا حال حکومت خود را اعلان نکردند. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که از سوی طالبان تصرف نشده است. طبق خبرهای رسیده این گروه جنگیان خود را به مرز دره پنجشیر فرستاده است، هرچند رهبرانشان گفتند که میخواهند مشکل را از راه گفتگو با احمد مسعود حل کنند. احمد مسعود در مصاحبه با تلویزیون فارسی BBC تصدیق کرده است که با گروه طالبان مذاکره دارند و تلاش میکنند که با نمایندگان این گروه فهمانند که افغانستان نیاز به نظامی دارد که همه خود را در آن ببینند. هرچند مسعود خردی از آن نگرانی کرد که شواهد یا مشاهده ها نشان نمیدهد که یک تغییرات مثبت در راه است. پسر احمدشاه مسعود گفت ایستادگی او برای کدام منصب یا مقام نیست و پیشنهادی کار در حکومت قبلی افغانستان را هم رد کرده است. پیام دیگر احمد مسعود این بود که او و دیگر سیاستمداران افغانستان نباید اشتباه تاریخی بکنند که مردم یا در دریای یونان غرق شوند یا از طیاره ها بیفتند. ضمناً آینده افغانستان بعد تصرف بسیاری از مناطق این کشور از سوی گروه طالبان به حالت ناروشنی دچار شده است. هنوز دقیق نیست که چگونه ساختار و حکومت در افغانستان سر کار می آید. مقامداران افغانستان از جمله سفیر این کشور در دوشنبه از تقدیر آینده کشورشان نگرانند. محمد ظاهر اکبر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان درباره آینده کشورش به رادیوی آزادی چنین گفت: من فکر میکنم که فعلا افغانستان در یک بحران قرار داره. یک هفته بعدش اینه که زمان زیادش هم فکر ما همی است که به می شکل ادامه پیدا میکنه. ولی ما طرفدار از این هستیم که گفتگوها با وساطت جامعه بین المللی که اونام در راستا مسئولیت دارن و مسئول هستن. فاجعه که امروز در افغانستان سپری میشه، شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که یک زن جوان در هواپیما ولادت میکنه. شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که جوانا به خاطر نجات خود در طیاره ها در هواپیما خود هویزان میکنن، سقوط میکنن و انتظار هستند که خود را نجات بدن. به خاطر نجات دادن نی که کدام کشور برن، میخواین که از زیر سلطه طالب خود را گوشه کنن. این حال ارتباط میگیره به برخورد طالبا. هرچند تبلیغات طالبا را که من میشنوم به مردم اطمینان میتن که شما مطمئن باشید، ولی مردم در اطراف اکناف شهر کابل و ولایات چیزایی را میبینیم که اعدام ها فعلا جریان داره، خانه تلاشی ها جریان داره، تحقیر و توهین ها جریان داره. با این وضعیت فکر میکنم که دیگه هم آشفته میشه وضعیت افغانستان. اگر ما به یک حکومت فراگیر که در اوجه تمثیل کننده تمام خواسته های بر حق مردم افغانستان باشه، که در او تعهدات بین المللی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که ما میتونیم که یک نظام داشته باشیم که برای فردای افغانستان مفید باشه. توقع شما از تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فعلی چیست؟ به اون شکلی که یک برادر از برادر توقع داره، به اندازه قدرتش توقع میکنه. ما هیچ وقت از یک برادر خود توقع بیجای نمیکنیم. ما حال احوال تاجیکستان درک میکنیم، حال احوال همسایه‌های خود درک میکنیم، مطابق به برخوردشان، مطابق به گذشتهشان
مطابق به شفقت و محبتشان او خواستی از او می داشته باشیم که او را ادا کرده بتانه. ما هیچ وقت نمیخواهیم که دولت تاجیکستان در مناسبات مشکل افغانستان خود داخل بسازد. در همین حال بنا به گزارش رسانه‌های خبری، سابقه‌داران یا وتران‌های گروه طالبان را به چند منصب کلیدی در افغانستان تعیین کردند. خبرگزاری پژواک افغانستان روز 25 آگوست نوشت که گل آقا وزیر مالیه و صدر ابراهیم اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی شدند. شبکه الجزیره گزارش داد که ملا عبدالقیوم ذاکر زندانی پیشین گوانتانامو به مقام وزیر دفاع انتخاب شد. خبرگزاری رایترز روز 25 آگوست خبر داد که یک عضو طالبان در کابل تعیینات را تصدیق کرده گفته است که حاکمان منطقه ها از حساب فرماندهان با تجربه در جنگ 20 ساله انتخاب کرده می شوند. فرمانده دیگری طالبان گفته است که تعیینات موقتی است. به نظر می رسد گل آقا همان گل آقا اسحاق زی است که در سال 2020 هدف تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. به اطلاع سازمان ملل و دوست دوران بچگی ملا عمر بنیادگذار حرکت طالبان بوده، همچون مسئول بخش مالی و یکی از مشاوران نزدیکی ملا عمر خدمت کرده است. ملا عبدالقیوم ذاکر فرمانده سابقه‌دار میدان جنگ طالبان و شریک نزدیک ملا عمر توصیف می شود. دو دادرس تاجیک را با اتهام صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از مقام برکنار کردند. به اطلاع مقامات یکی از آنها امید عبدالرحمنزاده دادرس دادگاه ناحیه سپیتامین ولایت سوخت و دیگر شادجان ناظمزاده دادرس دادگاه ناحیه شهر توسی ولایت ختلان هستند. فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان در این باره روز 25 آگوست امضا شد، ولی واکنش دادرس‌ها دسترس نیست. مقامات نیز درباره کرداری آنها که باعث به برکناریشان شد تفصیلات ندادند. در گذشته بعضی از دادرس‌ها را با عین اتهام و اساساً برای رشوه‌گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار می‌کنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفر آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را به اعلان به باوری آنها حکم‌های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم می‌کنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه‌ها را از سبب‌های اساسی چنین وضعیت می‌پندارند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در بازی‌های پارالمپی در توکیو اسلام اسلانوف ورزشکار ازبکستانی صاحب مدال برنجی شد. کمیته ملی پارالمپی ازبکستان روز 25 آگوست خبر داد که این نخستین مدال برنجی تیم ملی در بازی‌های پارالمپی است. 48 ورزشکار تیم ملی ازبکستان در بازی‌های پارالمپی توکیو در 8 نوع ورزش شرکت می‌کنند. در مجموع در مسابقه‌هایی که از 24 آگوست تا 5 سپتامبر دایر می‌شود 4400 ورزشکار از 162 کشور با هم رقابت می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 آگوست را فرا می‌گیرد. 26 августи соли 2016 ҷамшед ёров вакили дифои маҳмадалии ҳаид муовини зиндонии раҳбари ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ва бародари ҳуқуқшиноси зиндонӣ бузургмеҳр ёров барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. наздикони хонавода гуфтанд ҷамшед ёров барои ифшои маълумоти дорои сирри давлатӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуд. ёров ки ин айбномаро рад мекард, зери фишори ҷомеаи байналмилали озод ва дар аврупо паноҳанда шуд. 26 августи соли 2015 ду сарбози пойгоҳи 201 Русия Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов барои куштори бераҳмонаи таксирони тоҷик Раҳимҷон Тешабоев ба 13 ва 17 соли зиндон маҳкум шуданд. қатли бераҳмонае ки ҷомеаи Тоҷикистонро такон дод зимни баҳс сари пул ба амал омадааст. низомиёни рус барои адои ҷазо ба Русия интиқол ёфтанд.
26 августи соли 2017 созмони милали муттаҳид аз тоҷикистон хост ки талаботи табъизомези арӯсӣ бо духтарони тоҷик барои хориҷиҳо бекор карда шавад. тоҷикистон мегӯяд бо ҳадафи ҳимояти ҳуқуқи бонувони тоҷик аз домодҳои хориҷӣ пеш аз арӯсӣ харидани хонаву таъминоти молиро тақозо мекунанд ва бо ин роҳ аз истисмори шаҳвонии занон ҷилавгирӣ мешавад. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 26 آگوست چنین اعلام کرده است. بیننده عزیز، این برنامه نوید بامداده بود که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. تشکر که ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.